سلام بچه‌های عزیز، امیدواریم که حالتون خوب باشه. به کانال یوتیوب نسیم عزیزم خوش اومدین. مرسی از اینکه همراه ما خواهیم بود. بفرمایید. خیلی به کانال یوتیوب من خوش اومدین. حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. امروز بنده رو آورده اینجا، معلوم نیست میخواد چی کار کنه. من یه سری چیزا، یه سری اشخاص و موضوعات رو به نسیم میخوام بگم و خیلی دوست دارم که تو حس و حالتو نسبت به اون موضوع شخصی که من میگم بیان کنی. ولی چجوری بیان کنی؟ با آهنگ. آها. من یکم حافظم مشکل نه، اصلا اینطوری نیستش. مطمئنم که خیلی جذاب و قشنگ میخواد باشه. آماده ای؟ واقعیه چیشه؟ نه واقعیه. خب شروع میکنیم. الهی بگردم از اینجا کلی میبوسمت خاله مهربون برای مادر عزیزت. حست تو با یه آهنگ بیان کن. حسمو الان به مادرم با یه موزیک. ای وای. خیلی اینجوری هول میشم. این همینش جذابه که تو در لحظه بگی. خب یه عاشقانه ترین آهنگی که موجوده، من مغزم الان کار نمیکنه، ولی عشق. خب این صدام هم گرفته. دیروز ماساژ درمانی رفتم، الان همه جام درد میکنه. تو آوردی من نشین دیدم میگه خوب. من که خودم سرما خوردم، داری میبینی. میگم به مادر عزیزم تو خود عشقی که همزاد منی، تو سکوت من و فریاد منی، تا همه زندگی منی. اینطوری بگم عزیزم. آخه احساساتی شدم خیلی زیاد. خب نفر دوم، خواهر کوچولو. خواهرم این راحته، چون یه آهنگی هستش که همیشه براش میخونم. همیشه بهش میگم که خوشگل زیاد پیدا میشه تو دنیا، اما یکیش خواهر من نمیشه. لاله رو میگن نوبر بهاره، برای من تو نوبری همیشه. مثل تو. آره خیلی خواهرمو خیلی بچمه، دخترمه. وای شروع کرد. من اینو جابجا میکنم. خب بهتون میگم، یه سوالو جابجا میکنم با سوال بعدی، علتش هم بهتون میگم. برای کسی که دوستش داری. برای کسی که دوستش داری چی میگم؟ واقعا هیچ موقع فکر نمی‌کردم اینو بهش بگم. بهش میگم که تو رو کجا گمت کردم، بگو کجای این قصه، که حتی جوهر شعرم همینو از تو میپرسه، که چی شد اون همه رویا رندندم. ولش من میدونم الان خم پشت چشاشو دارم میخونم. گم شده اگه پیدا شد. حالا گم شده. گوش کن، حالا فکر کن پیدا شده. اون گم شده پیدا شده. پیدا شده. من بهش چی میگم؟ داغه عشق قدیمو. نه قدیمی نیست. این نمیشه، اینو نمیتونم بگم. چی بهش میگم A few moments later. این برجاش واقعی یا چه؟
واقعی اومده یا کیکی با راستشو بگو. بهش میگم که نرو اگه بیش نه شوخی میکنم. واقعی از کدوم خاطر برگشتی به من که دوباره از تو رویایی شدم، همه دنیا نمیدیدن منو، من کنار تو تماشایی شدم. مرسی واخه الهی. حالا من چرا سوال قبلی رو جابجا کردم؟ من از عدد 3 متنفرم، انقدر بدم میاد. بعد سوالی که مربوط به خودم بود شماره 3 بود، منم جابجا کردم که بشه 4. سوال بعدی برای من چی میخونی؟ برای تو؟ نه بگرد دنبال عاشقانه ترین آهنگ که میتونی بخونی. من یادت باشه اینو آخر پستم کرده بودم به خودت گفتم تو ای بال و پر من، رفیق سفر من، میمیرم مگه سایت نباشه رو سر من. اینا میخونم برات. نه یه چیز دیگه میخونی. من نه واقعی ها بگم این کیک بود. واقعی چی میخونی؟ همیشه بهت گفتم اون که منو داد انقدر هرس منو نظام چی دورچی اون که داد انقدر هرس منو این توی اینو براتون میخونم، فقط هرس میده منو. خیلی ممنون. باشه خب آخه آهنگی که اکثر مواقع میخونی و خیلی دوستش داری. خب البته که من میدونم این سوالو پرسیدم که دوستای عزیزم در جریان باشن. دوستای عزیزم آهنگی که همیشه یعنی بیشتر اوقات گوش میدی میخونی؟ چون معنیشو خیلی دوست دارم که با خودم تکرار کنم و این تداعی بشه برام، که میگه کس نمیداند کدام این روز میآید، کس نمیداند کدام این روز میمیرد. از آقای داریوشه که هی تداعی بشه. خوبه. در رابطه با خداه درسته؟ این در واقع آره نه دیگه، در مورد همینه که هم خدا همین که یعنی فانیه دیگه و نمیدونیم که کی میایم کی میریم. اینو میگم یادم باشه ما رفتنی. خدای عزیز خیلی دوستت داریم که از این که همیشه همراه ماهایی و امیدواریم که همراه ماها باشی. مسیم برای پدرت چه آهنگی میخونی؟ پدر؟ آره برای پدرم واقعی همیشه براش میخونم. تا اون کوه بلندی که سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بیابوره. بالاخره پدر آره دیگه نشون دهنده قدرته. خوشم. خدا همه پدر مادرها رو سلامت کنه و اونایی هم که پدر مادرشون در قید حیات نیستن قرین روحشون قرین نور و رحمت و آرامش باشه. خدا پدر مادر تو حفظ کنه. بعد سوال بعدی، اگه به گذشته برگردی، حالا مثلا 10 سال پیش اینطورا، اون موقع چه آهنگی رو میخوندی؟ 10 سال پیشم مثلا جدی این موزیک رو هر موقع میخونم اتفاقا یاد 10 سال پیشم میافتم. واقعا آره من میبره به گذشته. میخونم که من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم، میخواستم بزرگترین
دریای دنیا بشم که اون موقع نشدم. هیچ موقع نشدم. انشالله که احساساتی شدن عزیزم. آره مرداد با گوگوش. بله انشالله به هر آنچه که میخوایی برسی. واقعی ها. یعنی من الان چند روزه این واقعی البته که خیلی دوستش داریم و همزبانمونه و ما خودمونم همین الانش حرف میزنیم، لهجه‌مون رو داریم و خیلی هم شیرینه لهجه ترکی، ولی اون لفظ بیانش خیلی جذاب و دوست داشتنی و تو دل بروه. سوال بعدی و اینم یکی از سوالای اصلیه، برای فالوورات چی میخونی؟ برای فالوور کسایی که همراه هم خوندم قبلا توی پارسال توی پستم گذاشته بودم، میگه که بیا هم سفرم باش تو اوج پرواز که من با تو شکفتم پر از اشک پر از راز، تب سرخ ترانه میشینه رو لبهام، برای تو میخونم چه داغ نفس هام، نفس نفس تو سینه ام عطر نفس های شماست، اگر که قابل بدونی خونه دل جای شماست. آخه مرسی، خیلی دوستتون داره. آها میخوام ببینم چقدر منو میشناسی. آره نه نیستم. آهنگ مورد علاقه من اینا باید بخونم به سبک من نیستا با یه موزیک. چند وقته موزیک دیگه گوش نمیدیم دیگه، صدقه سره. بذار ببینم چجوری باید بخونمش. میگه که دلم تنگه واسه تار شدیدن، مثل تار ندیدم، الان کجایی دقیقاً، مگه چیزی شده دوباره اینا میکنم تو آره شد تو آره یعنی من نمیشه پیدا کنیم دوباره شبیهم، دلشو ندارم نبینمت یه روز، من فقط دست تو شماره. آره این موزیکه، هیچی. خیلی هم عالی، متشکرم. درست گفتم نه؟ بله. میدونم. سوال آخر، برای خدای بزرگ و مهربونمون چی میخونی؟ برای خدا والا برای خدا که تشکر بیشتر و مرسی و این داستان هست، ولی برای خدا رو واقعا نمیدونم. به خدا حالا میتونی در مورد خدا یه آهنگ هست اتفاقا از آقای ابی، بذار بگم کدوم تیکش رو دوست داشتم، بذار یه دقیقه یه لحظه. آره اوکی راحت. من این روزای ها Day 2 افتاده توی که بذار اینجا Day 3 روحاتم، نه این که بی خیال مزرعه باشم، دیگه از باد پاییزی نمی ترسم، نگو این آسیاب از پای ویرون شد، خدا با ماست از چیزی نمی ترسم. این خیلی موزیک قشنگه، حتما پیشنهاد میکنم اگه نشنیدین بشنوین. خدا با ماست از آقای ابی، واقعا خفنه موزیک، خیلی عالی بود. مرسی ازت. میدونم که رفته بودی این چیزی درمانیه، ماساژ درمانی، اینجام درد میکنه. من اصلا صداش در نمیاد، گفتم یه
دقیقه مثلا ببینیم همدیگر رو فلان کنیم. آره خلاصه که مرسی که همراه ما و دوستای عزیزت بودی. مرسی از تو برای سناریوی خوشگلی که اینجا خوش آمد. منتظر سناریوی پدی باش. بله مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که دوستش داشته باشین. من خیلی هول خوندم. خیلی هم عالی بود و چقدر لذت بردیم. بچه‌های عزیز کلی مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی. شما رو به خدای بزرگ میسپاریمتون. مرسی. خدافظ. تو منو آوردی. سناریو میشینا. ببین چه سناریو خوشم اومد. قشنگ بود. قرارمون یادت نره